کلی آدم و میتونم خریدگی من بزرگ وقتی کنم میگم من نگاه کنم 3 سال نگاه میکنم هم با کاغذ با قربانی شیرینی هم مقصد 2 سال 3 سال آدم خب هوا مقصد قربانی کردنی اون میگه که هم آدم قربانی کردن چی بشه چی خیلی او چی گوی؟ گوه بزرگ خریدگی میشه میخرد یا حمیله دوره یا چه اوقی؟ مالی چرا مالی چرا سواریانو بعدش برای خوردن ها همون حیوانایی که برای خوردن هستن خدای تعالی برای ما را رام کردن معلوماً یگان جای پوشیدگی نداره شترای اینا مثلا گوای خوبی نباشه و خوبی مونده گوسفندای بزای همه چیزا را فقط قربانی کرده میشود یعنی چیزی را که شریع فرموده است یا آدم مثلا یا آهو را گرفت آهو بچه را در خونه‌اش آورد قطعی بزرگ گوسفندش کلان شده است رام شده یه حق کشتن نداره برای که او اصلش روم نیست او از حیوانای روم کردگی نیست فهمیدی یا که مثلا یک بزای گوسفندای گرخت صاحبش رنگ وحشی شدگی او بعضی هم فاده ای بزی شاید تیزتر میشه اگر هم تری را قپی او را قربانی کردنش حلال ای درسته یگان مشکلی نداره برای اصلی خیچ گم نکرده اگه مشکل لگجو میشه یا حیوانی باشه که مثلا پدرش خونگی باشه و مادرش وحشی یا انا پدرش وحشی باشه و مادرش خونگی مثلا همون آهو را آورد در خونه نگاه کرد یگون بزای یگون تکای و یگون خشخورای پری نمونه بچه کرد حکمی همون چی میشه حکمی بچهش اکثری فقها همین مسئله در مادر اعتبار میکنن اگر مادر میگن مقصد خونگی باشه او حکمی همون مادر داره اینا مثلا اگر مادر گوسفند یا بز باشه او را قربانی کردنش احسان میشه نه که اگر به شرطی که مادر بزی سید باشه مادر باشه و خشخور و تکه پریده باشش او حکمی همون بزی سید میگیره در کتابای فقهی بیشترش همین ذکر شده ای جمله در مختصر رو بگویم نه که لابد نه گرزم در این مورد همین چی اعتبار دارده حیوان برای کلانی و خوردیش نه ولی همین داملوی مسئله خوبه برداشت که گفت یا حاجی سوال کرد که یک نیم ساله بقای به حد کلانای ایده ساله را کلانای اما باید قربانی کردن ممکن نیست در مول همون 3 سال اعتبار داره همین قایده ها بیرون فقط همین قشقارای به شرطی که قشقارای همین ذاتی کلان باشه رنگی همین گیسه است که فرادوی خدمت قشقار بچه را دیده که این 6 ماه بولش ای گفتندو یا ساله را کلان بشود همین را جزعه میگن در شریعت همین جزعه در مذهب امام اعظم ابو حنیفه قربانیش درسته یعنی ای 6 ماه بولش درسته همین یکی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه حضرت بریده میگه تقویم پیغمبر کریم صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله گفت من برای قربانی را مال کشتگیم یک روز پیش اید کشته او همین میشه و گفت نه تو برای خانواده تا گوشت تیار کردی این قربانی نیست قربانی بعد نماز میشه بعد گفت یا رسول الله در خانه مال یا ساله ندارم نه که یک جزعه دارم جزعه من قشقرچه ای 6 ماه بالا را بگیم ای 6 ماه توی ساله را جزعه میکن جزعهش با سنیش میکن همون مقصد نه که کلان ای تا در قد و قامت و در گوشت همون رنگ همون سنیه ای او یا همون را بکشم درست ای همون یک روایت اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که خیر و نسک الجزعه جزعه بهترین قربانی است مو همین روایت را گرفتگیم در سنن امام نسائی اومده اما دیگه تمام نمود گوسفند اینا گوسفندای تنکرونی و تمام نمود بز بگذار بزی کلان هم باشه بزی پاکستانی هم باشه حدی اقل باید یه ساله باشه یه ساله خوردش نمیشه گو نر و ماده فرق نداره حدی اقل باید 2 ساله باشه 2 ساله خورد نمیشه شتر حدی اقل باید 5 ساله باشه 5 ساله خوردش قربانی نمیشه فقط در سال اینای شمسی را حساب نمیکنن اینای گریگری است که خط حساب نمیکنه قمری خط حساب میکنیم سال شماری قمری از سالش 354 روز و 8 ساعت 43 دقیقه باشه والله اعلم
анами мақсад ки 10 рӯз дидаи ки ҳамин ид қафо омадан мегирад 10 рӯз фарқ кардан мегирад анаму хеле агар 10 рӯзаш нараса ба ҳамин солагира мешава не ки ай ӯ зиёдаш мумкин нест сол эътибор бурада ин чизе нест ки ира ба ақл бисанҷӣ ки ехай бузбалай кумаму бақа якним солаи чени бақаи дуним се сола гӯш дора ақл дар инҷа маъне надорад шариат такя ба нақл мекунад вақте шореъ саллаллоҳу алайҳи васалам таъин кардааст ки ҳамин бояд сини солаш ҳамин қабул шавад дига ҳеҷ ҳақ надорад ки ба ақли худаш ба фикрам итаву ба фикрам утавуда ақл дар кори шаръ нобиност оқилӣ кори бо али синост худованд ҳифз مثلا کالا پوچه را بین سه چهار کسایی کو قربانی میکنن کالا پوچه را مصرف کرد یا کم بغل میتونن چون میتونن اما مشکل نیست همش روزی بوشان بتن چی روزی هیچیش پروبلم مثلا من چیزی یا حضرت مثلا شخص فقیری که نداره این کنشی مثلا چی میگن قربانی کردن یک شخصی دورانده این مولی خودش به عمل بده و مثلا قربانی شده میتونه قبول بشه خب ببخشید مولا مثلا شخصی دولتمند و فقیر مول میده که هم قربانی به هیچ هم که به مبلغ همیشه چی نه مثلا قربانی میشه ملکش میشه مالکش میشه بله میشه همه آدم برای کمبغل‌ها یکی اندک مشکلی امیرا باید با اینوبت بگیرن الحمدلله مردم مسلمان ما مایل دارن رغبت دارن در قربانی سعی میکنن که همه مردم که عید قربانی آخه به خاطر هم قربانی کردن عید قربان میگن حتی ما عربی دم ایرا یوم الاضحی و عید الاضحی میگن اضحی یعنی قربانی کردن های یعنی ملازم کردن های همین خاطر سعی میکنه که دوره ندوره مول بکشه بعضیا بو میرن میخرن کم بغل اینه که به خاطر هم قربانی میرن مول میخرن وقتی که مول به خاطر قربانی آدم کم بغل آدمی که در کلش قربانی واجب نیست خرید این نظر میشه نظر یعنی در کلش واجب میگردونه خودش مجبوری ناظر خودش حق خوردن همون مول نداره خودش نمیتونه بخره آنمیره باید که هم کمبغلو بدونن اگر حقیقتا به خاطر قربانی نخریده باشه در خونش مثال مول دارد دو بزکای سه بزک داره یا تیمور اگر قربانی کرد این نظر نمیشه انا یا که این همی گفتی که او حدیش میکنن او مقصد نخریده است در قصد نیت این هم نبود این مقصد اگر پشت این نظر نمیشه این میخره نه که ایمینای برای قربانی آدم کمبغل وقتی مول میخره نظر گویو کرد که ما همینا نظر کرد پیش خدای تعالی عهد کرد که همینا در روی قربان میکنم او در کلش واجب میشه و دیگه نظر خودش حق خوردن نداره اگر ما بودو کسی را نفهمیده خورده باشه چند قیک خورده است پولی همون را میگیرن صدقه میکنن 1 کیلو خوردی کیلوی گوشت گوسفند 65 سوم 65 سوم برای کمبغلو میدی اگر نظر بله به خاطر اون که نظر شیدگی ناظر حقی خوردن نداره ثواب البته میگیره نظر معنیش نیست که ثواب معلوم شده اما ثواب قربانی را چه خیلی هست میگیره اما همین چیزا بدونه که خودش نمیتونه بخره احتیاط کنه خانواده‌اش میتونه کمبغلو میتونه خانواده خودش کمبغل باشه میتونه اما نه که مقصد همین چیزا اگر با اینوبت بگیریم خوب میشه آدمایی که برای او را قربانی واجبه هیچ وقت نظر نمیشه برای او حتی یا مولا خرید با ای فکرش گشت اونا نکشتی یا دیگه شد کشت خرید مولا برای قربانی مثلا در کلش نظر نمیشه برای که قربانی در کلش واجبه اما مولا میتونه با بفروشه یا دیگه شد بخره اما آدمی کمبغلی تری حق نداره کمبغل مولا که برای قربانی خرید باید او را حتما بکشه او را دیگه حقی دیگر فروختن دیگر نداره خدای نکرده اگر همون مول بگریزه ای دستشوی بخره بعدی 12 ذوالحجه یعنی بعدی گذشتن همون مقصد قربانی و ایام تشریق اگر همون مولا دستگیر کرد همون تا زنده و زور یک هست نمیتشه خودش نمیتونه اون را بگیره مثال اگر مولا برای قربانی خرید که مولش گرفتن تری بیدرک شد گم شد برفت یا مول دیگه خرید قربانی کرد که روزی دیگه اید همون مولی گمشیدگیش یافتن آوردن حتما اوشا میکشه بای باشه نمیکشه فقط هم یا نازکیه اگر همون مولی را که برای قربانی هم خرید است ولی قربانی رو کرده اگر مرد در کلش چیزی وجود نمیشه
Неки агар одами бой боша, я мола барои қурбонӣ харид, вали нокушта ки ҳамун айби беҳад фоҳиш пайдо кард, ё ки мурд, ҳатман я моли мекашад. Ӯ барои дакалаи ӯ воҷиб ай. Ӯ ба худаш воҷиб имина ҳамин мола накардааст. Е Аллоҳ. 12 зулҳиҷа. 12 зулҳиҷа. намози аср. مقصد سه روزه میگن نیاز زیادتر هم باشه میشه. سه روز نمیشه با خودش. دو روز میشه. روزی دهم، 11ام، 12ام. تو هم وقتی غروب باید اسپید کنه بکشه. اگر کسی نکشت کدوم بوی نکشت. یک گوسفند زنده یکون کمبغل نمیبره میده. یا حق کشته نداره. وقتش که گذشت رفت تمام بوی باشه اگر او دکلش وجود باید. دیگه زنده میته یا قیمتی هم گوسفند نمیده. حضرت بعد نمازی که جایی که نماز عید هست حتما باید که همه قربانی بعدی نماز انجام شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت الله صلاتنا و استقبل قبلتنا و نسک نسوکنا فلا یذبحن حتی یصلی. کسی نماز ما را میخونه، کسی قبله ما را قبله میدونه، کسی که همین مناسک ما را انجام میده تا زمانی که نماز این نخونده ذبح نکنه. بعد همون برایده روایت کرده و میگم تقویم گو که من علاقه کشتم گو که این گوشت هایی تو برای خانواده ایختا گوشت تیار کردگی. اما در جاهایی که نماز عید برگزار نمیشه مثلا قشلاق‌های دوردست که اشتباه این فرض کرده نماز عید برگزار نمیشه در اونجا بعد دمیدن صبح صادق علاقه کشتن میکنه. بعد دمیدن صبح صادق روز عید عادتا در همین شهرها در کتاب‌های فقهی اومده است کسی مثلا مهمان داره مهمونای دوردست هست میویند مقصد اون قدر حیال نمیکنن و که این مردان نماز عید بخونه و با بیویه و با مولا بکشه و میخواه که همون گوشت قربانی همون مهموناش استفاده برن میتونه که همون مولشاف همتر یکون قشلاق روی کنن یک کسا وکیل کنن خودشه یا یکون کسا وکیل کنن که مقصد که بعدی دمیدن صبح در همون قشلاق به نومی همی قربانیشو بکنن با گوشت بگیرن بیورن شو در دیگ میدوزنش این تو نماز همه خونه که خشم خراب قریب تیار میشه مثلا جایی که حضرت این نماز میمونه که نماز همونجا برگزار میشه که به ایران یا یکی دیگه خلاص یکی نماز نخون خلاص هزار شام میکشتند انجمن باقی است آخه با نماز نخوندن این نماز این برگزار میشه که آخه من خودش اشتراک اما خشلو فرقش دیگه یک اشتراک کرد مثلا اشتراک نکرد دیمورا خوندن نمیتونه نه که خموریش نمیکنه